سربازا جدید آشخورا، کسایی که تازه آمدن حتما باید برای سنگین خدمت‌ها و کسایی که درجهشون از شما بالاتره پا بچسبانین. الان بریم یه خورده تمرین نظام جمع و رژه با هم کنیم. قدم رو چپ راست چپ چپ راست چپ. آقا این چه وضع رژه رفتن آخه؟ وایسین بینم. تبل آوردیم، تبل بزرگ زیر پای چپ. به فرمان من چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست. ای بدبختی، ای چی کار دارید میکنی؟ آقا مگه خودش نگفت تبل بزرگ زیر پای چپ؟ آقا راست میگه دیگه، خودت گفتی تبل بزرگ زیر پای چپ. قفسه بندی وکیلی چقدر اینجا قفسه خریدیم ما. قفسه بندی وکیلی اسکال، تا آدم نفروش قفسه خریدن پیشکشت. آقا حالا آدم فروشی به کنار، اینا قفسه های دست دو رو دارن. اینا بچه یه لحظه اینا رو میگی؟ اینا واقعا حرف نداره. اینا میدید چیه؟ اینا دست دومه. خب اینا مثل نوع ترتمیز، قیمتش 1/10 نوعه. خب بعد اینا ارسال دارن به کل ایران تو جاده صاحب است. بعد اقساط هم میدن به جز اینکه قیمتش پایین 0912700 1800. حفظی تو هم بیا بریم. مهدی جان چه میخوای؟ مرخصی. نمیشه. یا مرخصی میدی یا یه جوری میزنم 1 ماه استعلاجی میگیری میری گوشه خونه میخوابی. آقا برو بیرون، شهر درست نکن، برو بیرون. با سلام و درود خدمت شما. بنده نیاز به 3 روز مرخصی دارم. مرخصی نیست. 2 روز آقا. آقا میگم مرخصی نیست، بفرما. حتی 1 روز؟ آره حتی 1 روز. پس من یه موز برمیدارم میرم. تو دیگه چی میگی؟ من مرخصی میخوام. مرخصی برای چی؟ تو من حالا یه مرخصی بده، حالا میرم بیرون یه کارایی میکنم، شاید یه مرخصیایی پیداش کنم. چه میخوای کوچولو؟ مرخصی میخوام برم دستشویی. مرخصی میخوای تا بری دستشویی خانه؟ خونه نه آقا، دلم برای دستشویی مدرسه تنگ شده. ببین یه ماه برات اضافه خدمت مینویسم تا دفعه دیگه بس دستشویی نکنی. برو بیرون گرمن. خوش اومدی امین جان. چه میخوای؟ میخوام یه روز برم مرخصی. تو یه هفته برو. نه همون یه روز کافیه. یه وقتی بود میگم برو یعنی برو دیگه، برو. آخه نداره دیگه، برو. آقا جان اگه اجازه بدید، من ننم پیره تنهاست، باید برم کمکش. ببینم مگه تو ننت کار میکنه؟ غریبی نیستی آقا جان، اونجا کشمیشه رو پاک میکنه فلان. خب بابا چرا کمکش نمیکنه؟ بابا هم برای اونجا بسته‌بندی کارهای دلیوری انجام میده دیگه. و دلیوری هم داری؟ بله، ارسال به سراسر ایران رایگان آقا جان. 2 ماه برات اضافه خدمت میزنم تا دلیوریت کامل بشه. برو بیرون گم شو. تو چی میخوای؟ یه مرخصی هم میدی؟ مرخصی برای چته؟ خلبانم پرواز دارم، باید برم به پروازم برسم. خدایا چه سرنوشتی بود اینا. کیه اینا آخه؟ کجا اومدن؟ الله رحمت نصیب. چه شده؟ خدا بد نده. دایم فوت کرد. ای دادی بیداد، خدا رحمتش کنه. چند سالش بود؟ تقریبا همسن شما بود. کی فوت شد؟ جناب پارسال. پارسال؟ دیروز بود جناب. از دیروز تا امروز 1 سال برامون سخت گذشت. اعلامیه نداریم؟ چرا گفتی منم میارم. جناب خدا رحمت کنه. که گفتی دایید بود؟ بله. چند تا بچه داشت؟ شوهر نشده بود. گفتی دایمون بود. آخه درازه بلا استفاده. این اعلامیه یه خانومه. چیز ببخشید یه لحظه من این اعلامیه اینه. اشتباه دادم. فامیلی چرا تبریزیه؟ مگه دایید نیست؟ ما هممون ازدواج فامیلیم. حاصل ازدواج فامیلی. قبشو گل به خودت چرا میزنی؟ تا یه ماه براتون اضافه خدمت نزدم، گمشید بریم بیرون. با اجازه‌تون. سلامتی ستن، سرباز و رفیق و وطن. سلامتی سیمخاردار که پشت و روش یکیه. داشلی سلامتی عقرب. چرا؟ چون وقتی تو آتیش گیر کنه خودشو نیش میزنه ولی نمیذاره صدای نالش و نامردا بشنون.
داداش جمله خیلی سنگین بود، من برم دشتیری. بابا وایسا 2 دقیقه. آدمای تنها و بیکس وقتی ترخیص هم بشن میفهمن اصلا ترخیص نشدن، چون کسی رو نداشتن چشم انتظارشون باشه. سلامتی دلای تنها. سلامتی پسری که به خاطر عشقش اومد خدمت پستاد، اما عشقش رفت به یکی دیگه دل داد. سلامتی رفیقمون که داره ترخیص میشه. مشتی گلی پول نداشتیم گل ریزون کنیم. برو به سلامت. بری دیگه بر نگردی. تش نخوری. ولی اساس قیافش نمیخوره این معاف شده باشه. این بابا بچه سومش به دنیا اومده معاف شده. یعنی 3 تا بچه معافه؟ بله. میگم تو کلا پشت در پادگانی آره؟ به تو چه رفتی دراش کار؟ سفره صلوات با حاج خانما به خودمون نصب کرده بودیم، زودتر سربازیت به خودت تموم شد بیای خونه، دلم بهت تنگ شده. ریدم تو چلت. اصلا یه چیزی رو میخوام بهت بگم، نمیدونم بگم یا نگم. بگو چیه؟ باید باباشم. چی؟ باید 3 تا باباشمه؟ آناناس اتفاقا 3 تا بهت بابا ریدن. گفتن 3 تا بچه بیاریم معاف میکنن. کام شو آشکال بابا. بانو بانو نوا بستان می دشمن، بانو بانو میکوچ دیل نشکن. سلام دشمید جان تو جان این برجک دیگه قربون تو برو مواظب خودت باش. خدا دور باشم. Küçelere susap düşem, yar gelende toz olmasın. سلام داش بهتی. چیکار می‌کنی؟ دارم پست چرخ میزنم. چی؟ میگم اومدم پستا رو دارم چرخ میزنم ببینم چه خبر. داشم نوکر. بگیفته فقط این اومد کنم. بعد حامد اینجا چیکار میکنی؟ نوکرتم اومدم پست بدم. بابا دیوانی، من یادم نمیاد جدیدن به تو وسیله داده باشم. همین الان پست دادم با همین شربتی. تو کجا میخوای بری؟ حالم خوب نیست. واو این کی بود؟ این اسپوسته. اسپوست دیگه چیه؟ اسکلی که بغل پست رد چه بهش بیان اسپوست. نوکرت. خوش باشی بالا میستم. خداحافظ. داش حمید. جانم داداش میشه بیای پایین بیام بالا پست بدم؟ برای چی؟ آجی واقعا حال مال خوبی ندارم، میخوام بیام بالا پست بدم. آخ که فدای رفیقان بشم من. دوست آن است که بگیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. داداش چرا داری پست شعر میگی؟ بیا پایین بابا سرمون درد گرفت. چی؟ داداش به شعرهایی که سر پست گفته میشه میگم پست شعر. حالا بیا پایین داش بیام بالا. حالا بیا بالا کارت دارم. بیا داداش. مطمئنی میخوای جای من پست بدی؟ آره داداش. بیا آقا داداش همین. مواظب خودت باش. الو سلام. سلام عشقم. سلام آقا حامد. آقا حامد شدم الان؟ واقعیت خواستگار اومده برات؟ نه. پول دارم ازت من. نه. باباتم قبول کرده. یه لحظه خفه شو. میخوام مهاجرت کنم. کجا میخوای بری دهاتتون؟ نه میخوام برم ایتالیا میخوای بری؟ اون با کی میخوای بری؟ با هیچکی. میخوام برم ادامه تحصیل بدم. ادامه تحصیل بدی؟ مهیتا چندم خوندی تو؟ من دکترا دارم. واقعا دکترا داری؟ بله. پس شما گو خوردی دکترا داری رفتی وایسای تو کافینت. خیلی بیشوری. من فکر کردم با یه نگاه عاشقم شدی. میخواستم کارام اوکی شد تو رم ببرم. ببین دختر خوب، من نون پنیر مملکتمو به گوشت بوقلموی قربت نمیدم. برو ببینم. واقعا بی‌لیاقتی. دل ما بچه پایین شهر رو کاروان سرا نیست که هر کی هر وقت دلش خواست بیاد و هر وقت دلش خواست بره. خاطر بچه پایین شهر بودن چه عشقایی رو که دست ندادم. این اختلاف طبقاتی مزخرف چه بلایی که سر ما بچه پایین شهر رو نیورد. خدا صدای منو میشنوی؟ چی شده؟ آشتی نشده مشتی؟ نه اشکاتو دیدم. من تو نرفتی از پست تحویل دادی رفتی دیگه؟ نه دیدم حالت بده گفتم بیام پیشت. نه با حالم من نیست، یکم دلم گرفته. همین داداش واقعیت این دختری که بخاطرش توش اومدم خدمت داداش رفت. واقعا داره میگی؟
اشکال نداره. من خودم یه دوست دختر دارم. دختر داری میگی؟ آره. میشه بگی دوستش هم واسه من بیارم ناموسم؟ بابا تو چقدر حیوانی؟ مگه همین الان شکست عشق نخورده بودی؟ بابا به تیرم هم نیست. چی؟ میگم به تیر اسلحه‌ام هم نیست. آها. خب الان میخوای چیکار کنی؟ چی رو الان باید چیکار کنم؟ خدمتو دیگه. مگه به خاطر دوست دخترت نیومده بودی خدمت؟ الان میخوای چیکار کنی؟ الان مکات نکردی. خب میخوام خدمت کنم. میخوای ادامه بدی هنوزم وقتی دوست دخترت ولت کرده؟ می کار دیگه میشه کرد. آره. من یه سری چیزا بلدم. پاشو بریم بهت بگم. وله 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 دیگه زنگ آخره کلاس همش قله قله همه فست دنبال جمع کوله معلمو ببین چه پای است و چقدر کوله بیا تو مخ نمیره آقا جون دیگه کلاس آخر آقا جون نمره 20 کلاس رو نمیخوام آخه دیگه هوش حواس نمونده برام آقا جون غذای هر روز ما شو برنج و عدسه غذای هر روز ما شو برنج و عدسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه بخورم یا نخورم گوش نمیمونم قدر آشنانمو حالا میدونم قدر آشنانمو حالا میدونم ننم جانی بله کن اگه خواب میتونه یه جمع مثل ما خفن اوکی کن اکیب خودش زنگ آخری نفهمیدی اینو چند باری پشتم ای تو گوش کن حله کن او او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن حالا حله کن او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن زنگ آخر